پدیده گسلایتینگ رو شنیدی؟ میدونید چیه؟ وقتی که فرد احساس میکنه که نکنه اشتباه کرده، نکنه قضاوتش اشتباه بوده، نکنه فکرش اشتباه بوده و این باعث میشه که طعمه بشه. گسلایترها میدونید چه آدمایین؟ وقتی که برمیگردی بهشون میگی که تو به من این حرفو زدی، بهت میگن که من این حرفو زدم، تو داری اشتباه میکنی. مرتب بهت دروغ میگه. گسلایترها احساساتت نادیده میگیرن. وقتی که داری در مورد احساساتت حرف میزنی بهت میگن تو چرا انقدر حساسی؟ مگه چی شده؟ تو خیلی لوس و بچه‌ای. اونا واقعیت و حقیقت رو طوری دستکاری میکنن و تحریف میکنن که انگار تو مقصر بودی. طوری بحثو میپیچونن که خودت بودی، خودت کردی، رفتار تو باعث شده این اتفاق بیفته. احساسات و عزت نفس تو رو تخریب میکنن. میگن فکر کردی کی هستی، چی داری، چی کار کردی و عزت نفس رو ازت میگیرن. با ایجاد احساس تعهد، احساس گناه و احساس ترس توی شما باعث میشن که شما به کارهایی که اونا میخوان تن بدید، به خودتون، به قضاوتتون، به ادراکتون شک کنید. مراقب باشید تو دام اونا نیفتید.